فیلم ملودی، فیلمی که با اینکه خیلی از صحنه‌های کمدی داره ولی در واقع پیام خیلی عالی برای تک تک ما میتونه داشته باشه. از اول فیلم با دختر پسری آشنا میشیم که همدیگر رو دوست دارن، ولی دختر با یه سری ترس‌ها، نگرانی‌ها با خودش درگیره، چون از پدرش میترسه، از اینکه میترسه که به پدرش بگه که شخصی رو دوست داره و شخصی میخواد به خواستگاریش بیاد. اصلا حرف حالیت نیست. آقا جونمو نمیشناسیش. خب آقا جونت هم منو نمیشناسه. حالا به گوشش برسه اصلا چی میشه؟ بالاخره با خود پدرش آشنا میشیم، شخصی که آقای ایرج نوذری نقشش رو ایفا میکنه، پدری سختگیر و متعصب. لیلا محبوبه جمعش کنین، آقا جون داره میاد بالا. جمعش کنین دیگه. این پدر خیلی سختگیر هست، متعصب هست، تمامی رفتارها، کارها، رفت و آمدهای بچه‌هاشو کنترل میکنه، حتی وسایلاشون رو کنترل میکنه. حق ندارن خیلی وسایل‌ها رو داشته باشن و خیلی رفتارها رو بکنن، به مهمونی برن یا به دوستاشون رو دعوت بکنن خونه و خیلی مثل یک سربازخونه میمونه محیط خونه‌شون. و البته خانم ثریا قاسمی که نقش خواهر ایشون رو بازی میکنه دست کمی از این پدر نداره و ایشون هم سختگیری‌های خاص خودش رو داره. عوض که به درس و مشقت برسی این کارا رو میکنی؟ تو خجالت نمیکشی فسخلی؟ حالا زمانیه که خود این پدر متعصب با خانومی بر حسب تصادف و البته با تصادف آشنا میشه که این آشنایی این پدر سختگیر رو به فکر میندازه. بازم باید ببخشید. داستان این فیلم تقابل بین دو نسل رو به تصویر میکشه. نسلی که با حفظ معیارها و اعتقادات اجداد و پدرانش میخواد زندگی بکنه و نسل دیگه با پیشرفت تکنولوژی و تو عصر کامپیوتر و مدرنیسم میخواد زندگی بکنه. داستانی که جوانان امروزی با اون بسیار درگیرند. خب عزیزان، صحنه‌ای از این فیلم رو با همدیگه نگاه کردیم، دیدیم که با اینکه دو تا نسل متفاوت بودن، با دو تا فرهنگ و دو تا دنیا و دو تا افکار متفاوت، ولی در کنار هم بودن، ولی همدیگر رو دوست داشتن. چقدر واقعا روابط بین والدین و بچه‌ها در کتاب مقدس بارها و بارها تکرار شده و به والدین گفته که بچه‌های خودتون رو چطور تربیت بکنید با ترس خداوند و به بچه‌ها گفته که والدین خودتون رو اطاعت بکنید. آقا جون اصلا قابل شماره نداره. تولدتون مبارک. پس دیدیم که توی کتاب مقدس چقدر روی این مسئله تاکید کرده عزیزان. با اینکه تفاوت‌ها هست، دنیای ما، افکار ما با هم دیگه بسیار متفاوته، ولی خداوند از ما میخواد که وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم در قبال والدینمون و اونها در مقابل ما. پس عزیزان اگر راجع به این مسئله بیشتر میخواید مطالعه بکنید، حتما کتاب مقدس رو بخونید، چون بارها و بارها راجع به این مسئله صحبت کرده و اگه سوالی دارید حتما از من بپرسید.